خدایا چه روزی بود. زینب خودتو اذیت نکن، همه چی درست میشه. هیچی درست نمیشه. هر روز همه چی خرابتر میشه. همه اینا هم فقط تقصیر منه. چی تقصیر توه دختر جون؟ همش تقصیر اون ارتان عوضیه. دارم همش تو تو درد سر میندازم. یکی تموم نشده یکی دیگه. من درد سرای تو رو به جون میخرم، مشکلی نیست. حالا هم برو قشنگ استراحت کن. بابا دمتون گرم، عجب عشقی. من الان نمیتونم بخوابم. آدرنالین هنوز داره رژه میره. ای وای، برو قایم شو. بودو دیگه، بودو. چی کار میکنی؟ کیه؟ خدا بگم چی کارت نکنه سلین. چی شده دختر؟ اگه اون یارو اینجاست من میترسم، خوابم نمیبره. میتونم اینجا بخوابم؟ البته پدر سوخته. البته که میتونی بمونی. آره بمون. آبجی ما چجوری قراره بخوابیم؟ به تو چه عزیزم؟ تو میخوای جا بندازی؟ نه چیزی. اینجوری میخوابیم. من و سلین رو تخت میخوابیم، شما هم اینجا رو کاناپه. نه هیچ لازم نیست. من رو حرف نباشه. شما رو تخت. باش سلین جون، ما رو تخت میخوابیم. تازه رو کاناپه بخوابی که چی بشه؟ صبح با کمر درد پاشی؟ باشه، شما هم علافه ها رو بندازین. باشه. دست و پای آرتانو بستی دیگه مگه نه؟ نه تو چی؟ تو؟ ای خدا. بودو. یا خدا در بازه. چی؟ مقدس تو صدایی نشنیدی؟ چی؟ میگم صدایی نشنیدی؟ فهمی فکر کنم اینو من باید به تو میگفتم. تو هم میگفتی گربه است بابا، گربه است. چرند نگو مقدس، مگه ما گربه داریم؟ نداریم. اگه داشتیم الان میگفت گربه است بابا، گربه است، میخوابیدیم. فردا برات یه گربه میگیرم، فهمی؟ باشه، اسمشم میذاریم جن و روح. کو؟ سلیم بودو. این سر و صداها چیه؟ ترق و تروق. از دست شما نتونستم کتاب بخونم. چیزه بابا جون، حواس چای کرده بودی؟ ما میخواستیم چای بخوریم، بعدش از بالای صدا شنیدیم. وای منم از این چیزا میترسم دیگه. گفتیم بیایم ببینیم چه خبره دیگه. خب یه دونه پنجره باز بود، در رو تق و تق هی میکوبید. آره دیگه در رو بستیم. باشه آفرین. خب حالا چی کار میکنیم؟ بابا جون شرمنده بیدارت کردیم. واقعا شرمندم. بیا بریم باشه من خودم میرم. باشه. نه بابا جون نمیشه. پسر بزرگ کردی واسه چی پس ها؟ اینطوری خب زودتر. شب بخیر بچه ها. بیا بابا گلم. خوب بخوابین. بابا جون قشنگ تو رو سر جات بخوابونیم.
بابا بیا چه خبره؟ بیا بریم میخوام برات چای درست کنم. چه چایی؟ این وقت شب چای چیه دیگه؟ چسبه. آره بریم چای بخوریم. چای آب تموم شده فهمی. آب میخوای؟ این مرد نمیخوابه که میمیره. فهمی قدت بلند شده. فهمی نمیشه که این اینجا چی کار میکنه؟ چه میدونه؟ چی کار کنیم؟ بهوش اومد. اون چیه؟ بیهوش میکنه. بدش من. مردم سنین. چه سنگینه. تن لشه دیگه. ای بابا این سر و صداها چیه؟ بودو ببریم خونه چه خبره؟ بودو دیگه. همه بیدارن. امشب 2 دقیقه نذاشتن من پلک رو هم بذارم. معلوم نیست این صدا از کجاست. برای چی اینطوری یهو سر راه هم سبز میشین؟ واقعا زهر ترکم کردیم بچه ها. از همه جا صدای جیغ و داد میاد، صدای بدو میاد. تو این خونه چه خبره؟ چه صدایی؟ چه میدونم، یه چیزی مثل صدای جیغ زن شنیدم دخترم. نه مادر بزرگ، صدای پنجره بود. جیغ زن بود. چیزه رفتیم آشپزخونه چای بخوریم یا یه صدایی شنیدیم. منم از این چیزا خیلی میترسم. بعد رفتیم بالا ببینیم چه صداییه. دیدیم که یه پنجره بازه. پا میکنید. ما پا بستیم. ای داده بیداد. ای بابا خیلی خوب. اونقدر سر و صدا بود که نفهمیدم صدای چی میتونه باشه دخترم. خیلی خوب باشه، هر کی بره سر جاش بخوابه. منم میرم تو اتاقم. شبتون بخیر. شب بخیر. یه چایی بخوریم بعد. باشه نوشه جان. ای بابا دمت گرم. بابا جون چایی تو. ممنون پسرم. چه چایی هم شده. نوش جونت. ممنونم. چی میخونی بابا جون؟ جن و روح، درباره زود باش. ارواحه. کلاس اول خونده بودم. فاتح یه سر برو دستشویی. چرا؟ مگه نمیگفتی عجله دارم؟ زود باش دیگه، خالی شد الان میتونی بری. من آره یه وقت کلیت سنگ مای نسازه. آره زود باش برو دیگه، برو بودو دیگه. اونجا چه خبره؟ هیچی نیست. تو چی میخونی بابا جون؟ جن و روح دخترم. هرچی کتاب درباره جن و روح داریم دوباره میخونم. جدا زنده است. فاتح مادر بزرگ، تو هم هنوز بیداری؟ آره داشتیم چایی میخوردیم. بشینین. زینب. آره دیگه بیان اینجا بشینین، من برم یه چایی بذارم واسه خودم. از دست عروسم یه قهوه یا چای میخورم، اگه جوشونده باشه بهتر. چشم الان بدو، همین الان سریع. میارم. جوشونده کجاست؟ چه میدونم. تو هم خوابت پریده پسرم؟ چند روزه زیاد آرامش ندارم مادر. طبیعیه، چند بار بهت گفتم این کتابو نخون. مادر جان من کلاس اول بودم این کتابو تو خوندم. هم فکر و ذکرت شده این کتاب فهمی جان. باشه مادر، من میرم دستشویی، بعدشم میرم میخوام. نه نرو. چرا؟ بابا تو دستشویی منظره یکم ناخوشایندیه. چی هست؟ کثافت.
چیز شدم پاشیده، شناورم خراب بود، چیز دیگه زیاد چیز نیست. صبح چیزش میکنیم، درستش میکنیم. باشه فهمیدم. فردا تأسیساتی میارم. باشه. فهمی؟ ای وای مقدس. مامان تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه اسپرین نزده بودی؟ انگار کم زدیم. فهمی تو اینجا چی کار میکنی؟ خانوادگی چایی میخوریم. بیا تو پسرم تو درو، شما درو، یکیتون درو باز گذاشته بودی. کدوم درو؟ در بیرونو. نه ترس، من بستم. گفتم که بازه. بستم. پسرم چی کار میکنی فهمی؟ کتاب میخونم. مقدس خانم بیاین این بر، من براتون آره. چای قهوه هرچی که بخواین درست کنم. زینب خیلی خوب جوشونده درست میکنه. یه بار واسه منم درست کن. بشینین اینجا پشتتون بریم. مامانم چی میخواد؟ ولش کن. این چای بیارم. ولش کن. این چای خوبه نه؟ یکی اونجاست. چی؟ کجا؟ بیرون. کیه؟ سایه‌ش رو دیدم. چیه؟ ببین آقا پسر، این زامبیا این ور اون ور نرو، وگرنه با یه مش مغزت متلاشی میکنم. جیکت در نیاد. افتاد؟ خودم سایه‌ش رو دیدم. الان رد شد. بابا وایساده. وای. آره پسرم راه میرم. مصطفی فهمی خان منو صدا کردی؟ اون بیرون کی است؟ ولش کن. من هستم آقا. نه تو نیستی، یکی دیگه بود. نه قربان، سگه داشت پارس میکرد پیش اون بودم. فهمی خان بابا میگه سگ پارس میکرد رفته پیشش. مصطفی بله. اون سگه داره واسه خودش میچرخه، تو برو پیداش کن، بگیر ببرش تو لونش بخوابونش. باشه؟ اونش با من آقا فاتح، اصلا نگران نباش. نه مصطفی نبود. تو همون قد و قواره ولی یکی دیگه بود. نه به خاطر تاریکی اشتباه متوجه شدیم. فهمی خان اون گربه است. چه گربه‌ای؟ گربه 2 متری؟ وای بابا تو داری راه میری. آره دخترم راه میرم. عزیزم ما بریم بخوابیم. آره بخوابیم. چقدر خوب. شما برین بخوابین، منم اینو تموم کنم. شب بخیر. اونجا یکی دیگه هم بود مادر، غیر از مصطفی. مطمئن؟ بله جن و روح دیدی. ولش کن. من چای میخورم. چای. عروسم برام چای میذاره. چای. مصطفی ارتان کجاست؟ کارشو ساختم آقا فاتح، شما اصلا نگران نباشین، همه چی حله. کجاست؟ بفرمایین آقا. آقا فاتح، من به این رفیقمون آب میوه مخصوص دادم که ویتامین به بدنش برسه. دیگه تکون نمیخوره. اینجاست. به خوبه دیگه، راحت میتونیم بخوابیم. راحت آفرین. خیلی خوب. پس خوبه. باش. مریم خانوم، آقا زکی منتظر خبرتونن. اگه بخواین میتونیم بیشتر عقب بندازیم. قبول کن تموم شه بره. حوصله‌شو ندارم. مطمئنین خانوم؟ چون هنوز مبلغی رو که میخواستیم پیشنهاد ندادن. الان واقعا حوصله این حساب کتابا رو ندارم. قبول کن. هر طور صلاح میدونی خانم. یه لحظه صبر کن، میخوام باهات مشورت کنم. خواهش میکنم خانم، اگه کمکی از دستم بر بیاد حتما. من تصمیم گرفتم برم پیش دخترم و همه چی رو بهش بگم. چی شد؟ چیزی نگفتی که منصرفم کنی؟
به نظرم تصمیم خیلی درستی گرفتین مریم خانم. درسته که واقعیت یکم سنگینه ولی حتما به مرور زمان درکتون میکنه. ازت ممنونم خیلی. به خاطر صمیمیتتون گفتم، وگرنه البته که نمیخواستم دخالت کنم. چی شد؟ مگه اینا اعتصاب نکرده بودن؟ باز اینجا چه کار میکنن؟ آقا تو رو خدا ما رو ببخش. میخوای تو نمک بخوابون، نمیخوای تو یخ بخوابون، حتی ته دریا هم بخوابونی قبول. ما رو ببخش. غلط کردیم آقا، تو ما رو ببخش. قبل از اینکه سر برداریم باید فکرشو میکردین. آقا من از این چیزا چی سرم میشه؟ چه میدونستم اعتصاب چی؟ همش زیر سر این جواده. منو چه به این اعتصاب آقا؟ مگه تصمیم جفتمون نبود؟ تو دیگه چه بی معرفتی هستی؟ یه غلطی کردین، حداقل پای کارتون وایسین. ها؟ می‌خواستین بشینین اعتصاب کنین دیگه. بریم بشینین. نگاه کن، اون بیرون پر از جای نشستنه. من دیگه میچایم واسه شما ندارم. آقا مرگ من. آقا تو رو خدا، اما حداقل تو یه چیزی بهش بگوه. آقا ما رو ببخش. مرگ من ببخش. غلط کردیم. تو به بزرگی خودت ببخش. تو رو خدا. تو نمیتونی میچهات رد کنی. ما شاگردای تویم، یه جورایی بچه‌هاتیم دیگه نه؟ شوکت راست میگه. اینا بچه‌های تو هم اسم کارشون برسن. حالا یه حماقتی هم کردن، تو خودت بزرگشون کردی. باشه باشیم بره کار کنی. اگه بچه‌مین بفهمین چی کار میکنی. چشم آقا. ممنون. مخلصم آقا. بیا دیگه. شوکت در اصل آدم خیلی مهربونی هستی ها. فقط کاش اون یه دندگیت هم نداشتی. حواسمو پرت کردن. یادم رفت از اورهان گزارش صبح بگیرم. اورهان بفرما دایی. کجایی؟ دایی تو که میدونی پیش آبجی هم اینجا. شب اونجا موندی دیگه؟ آره قرارمون همین بود دیگه، مگه نه؟ آفرین پسرم. برو ببینم چی کار میکنی اورهان. فدایت. شوکت بابام بود؟ چی میگفت؟ چیزی میگفت؟ زنگ زده بود که حالمو بپرسه. همین. بابام از گیت حالا زنگ میزنه، حال تو رو میپرسه. بله حالمو میپرسه. ما این روزا خیلی با هم جوریم، تا صدامو نشنوه خوابش نمیبره. بنده خدا چیکار کنه؟ صبر کن ببینم. تو کل شب اینجا بودی، به بابام چی گفتی؟ چیز گفتم قراره من پیش زنم بمونم دیگه. خیلی بامزه بود. هاها مگه قرار نبود دیگه از این حرفا نزنی؟ یه بار دیگه از این حرفا بزنی کلامو میره تو هم. فاتح. بله. سلین اونجاست؟ اینجام بابا. آخه کمر زنداداش خوش شده، دارم ماساژ میدم. آخه سلین قربون دستت. آی قربون دستت. آها خوبه پس. خب بیاین پایین صبحونه بخورین، دیر نکنین باشه؟ چشم بابا جون. بودو پاشو دیگه، پاشو. آخرش از سینه سکته میکنم. من میدونم. خیلی خوب دیگه ما نزم، پاشین دیگه، زود باشین. تا کسی ندیده باید کار رو تموم کنیم. من میرم پیش سلیم، تو هم برو پیش ارتان. باشه بودو. آبجی پس من چی میشم؟ عزیزم تو مجبوری اینجا زندونی بمونی که کسی نبیندت. کاری نمیشه کرد. سلینم واسط غذا میاره. فاتح ببین تو هم امروز یه جوری مامان بابات از خونه میندازی بیرون که برن و برنگردن. چرا همش من باید زندونی بشم؟ بس دیگه، خسته شدم بابا. به همه‌تون میگم دیگه به اینجام رسیده. تحمل کن اورهان، دیگه آخرشو نترس. بس فاتح پاشو. با تو هم پاشو. یارو رو مومیایی کردیم همونجاست دیگه، بریم ببینیمش که چی بشه. صبح بخیر خانومم. صبح بخیر فهمی جون. صبح بخیر گولای. صبح بخیر آقا. فهمی جون تو چرا امروز انقدر سر حالی؟ از این بیشتر عزیزم. نمیبینی میتونم راه برم؟
یعنی تو دنیا هیچی قشنگتر از راه رفتن نیست. ولم کنن تا شب تو خیابون راه میرم. صبح بخیر. صبح بخیر. شما چرا این روزا انقدر جونجونی شدین ها؟ این دلیل خاصی داره؟ البته که داره مامان جون، من بهت میگم. اول اینکه زینب زن یه دونه داداش، مامان جون جیگرم است، همینطور زن داداش عزیز منه. چی داری میگی تو؟ گلسوم خانم تموم شد، حالا تو اومدی حرف برم کنی؟ کاری نکن بیفتم به جونت. جدی؟ مادر بزرگ کجاست؟ صبح تو هم بخیر پسرم. صبح بخیر بابا جون. کجاست گلسوم بانو؟ صبح با عجله رفته بیرون، انگار یکم کار داره. شما هم بریم بیرون، یکم بگردین، هوا بخورین. بابا تو هم دیگه از صندلی چرخدار راحت شدی، زن و شوهر دوتایی با هم بریم بگردین. فاتح حرف خوبی میزنه. انقدر نشستم خسته شدم. من که هیچ جا نمیرم، یعنی پامو از خونم بیرون نمیذارم. مگه خونه فرار میکنه؟ مگه چیه؟ تازه تو و بابام خیلی وقت تنهایی با هم جایی نرفتین. یه سر برین بیرون، رابطتون انرژی بگیره. دوز انرژیمون کافیه جونم. شاید برای من کافی نیست جونم. شاید من یکم هیجان و خوشی احتیاج دارم. نمیشه؟ چی داری میگی فهمی؟ تو تنها دردت پیدا کردن پیژامه های ساتن تو با اون خوابیدنه. دهنمو وا نکن که به ضرر تموم میشه ها. واقعا که مقدس. ببین پیش بچه ها چی داری میگی؟ مامان. نه خودتو لوس نکن. نه. هواشناسی هم میگفت امروز هوا خیلی قشنگ میشه. نه. یادگار خواهر فدات بشم. تا اینجا اومدیم اما یادگار. خواهر بیا ما بریم، بیا بریم. اوی باز چی شد نظرت عوض شد آیفر ها؟ یادگار من فکرامو کردم. اسمت قصاب چیه که خواهرزادش باشه؟ ولش کن خواهر. تازه میدونی که شازیمنده من به این راحتی هر کسی رو نمیپسنده. ببخشید آیفر، شازیمنده تو خیلی وقت سنش از پسندیدن رد کرده. برو دعا کن همین یکی اونو بگیره بره. تا اینجا پا شدیم اومدیم بریم ببینیم این پسره چه جور آدمیه ها. خودت میدونی. بفرما، نمیخوایی برگرد خونه. من میرم این مرد رو ببینم. یادگار وایسا، منم میام. وایسا. بودو ای خدا. ها اینجاست. Ne kasaplar aman, ne kasaplar gördüm de senin gibi görmedim. Şaziment ah şaziment ben olaydım da başımı göğsüne, başımı göğsüne koyaydım. Ah şazime. بفرمایین چی لازم دارین؟ مرغ، سینه مرغ میخواستیم. پسرم یک کپ سینه مرغ بده پسرم، قربون دسته. متاسفانه ما گوشت سفید نداریم. اون برای خیابون مرغ فروشی، میتونین اونجا پیدا کنین. هوی ببخشید ما اشتباهی مغازه رو اومدیم. خیلی خوب دیگه ما بریم. آیفر بیا بریم. آیفر نشنیدی؟ را بیافت بریم دیگه. خدا بده برکت. تشکر. موفق باشین. ممنونم. خدا. روز بخیر. بیا حواست کجاست؟ بیا. خواهر ببینم نکنه اشتباهی اومدی. بابا آدرس همین مغازه رم دیدیم همینجاست. خواهر من میگفتم اسمت قصاب چیه که خواهرزادش چی باشه اما چی شد حرفتو پس گرفتی؟ دهنم بامون جونتو یادگار. آره دیدم وا رفته بودی.
نه خواهر این پسر شازیمندو نمیپسنده. اوی خواهر جونم چی بگم، نتونستم سر حرفو باز کنم بپرسم، همینجوری دهنم وامون. میگم این بچه شازیمندو دیده خواستتش یا اسمت قصاب میخواد این دوتا رو با هم جفت و جور کنه؟ خواهر ولش کن، بی خودی نپرسیم خودمونو جلوی مردم کوچیک میکنیم. معلومه این پسر شازیمندو نمیپسند. یه چیزی بهت بگم آیفر، من باید موافقم. باز دخترت مون ترشید. چی کار میشه کرد؟ قسمت ما هم این بود. بیا از اونجا یاب بگیریم. باز دهنم خوش شد خواهر. این چه وضعیه؟ تو هم آفرین اورهام، واقعا آفرین. دستی خودتو این ور اونور زندونی میکنی. سلین، باور کن از گشنگی 5 کیلو کم کردم. چی کار کنم؟ تازه تونستم بابام اینا رو دست به سر کنم. از آبجینا چه خبر؟ از این یارو خلاص شدن؟ خطر هنوز تو خونه است. داداشینا هم بدو رفتن بیرون. داداشت؟ آبجی هم رفته؟ آره، یه جورایی تنهایی. چی شد؟ نکنه خوشت نیامد؟ اومد. خیلی خوشم اومد. دارم بال در میارم. از صبحونه هم خیلی خوشم اومد. از آب پرتقالم خوشم میاد. همه چی خیلی خوبه. بازم تحویلم گرفتی. نوش جونت. بله بچه ها، گفتم بیاین اینجا که یه موضوع خیلی مهم رو بهتون بگم. خودتونم میدونین که مادر بزرگتون تا ابد زنده نمیمونه. برای همین باید تا زنده هم بعضی چیزا رو مشخص کنم و مطمئن باشم بعد از رفتنم اسم خانوادگیمون زنده خواهد موند. مادر بزرگ، برای همینم وصیت‌نامه‌مو حاضر کردم و تحویل وکیلم دادم. تمام سهام شرکتمو میذارم برای نوام سلیم. البته تا اون 18 سالش بشه همه چی در اختیار توه. چیز مادر بزرگ، چه نیازی بود؟ خب مامان بابا خواهرم هممون وارث توییم. حالا این بیشتر از 50% رو برای پسرمون گذاشتیم. خب این بی‌انصافی نیست؟ بعد سلین ازدواج میکنه، بعدن اونم بچه دار میشه. معلوم نیست که چی پیش میاد. انگار نفهمیدی چی گفتم. این شرکت از سلیم شکرچی زاده به سلیم شکرچی زاده میرسه. خب درسته مادر بزرگ، اما من نگفتم بیاین اینجا که با من بحث کنین. گفتم بیاین اینجا که از تصمیمم باخبر شین. شما اسم پدر بزرگتون رو با پسرتون زنده نگه داشتین، منم با میراثی که از پدر بزرگ مرحومتون به من رسیده زندگی نوامو میسازم. بله، حالا لطفاً اینو امضا کنین. ببخشید مادر بزرگ، ارگولر هولدینگ مرتب تماس بردار بردارم؟ البته. بله. روز بخیر آقا فاتح. مریم خانم سلام. امروز چه کمکی از دستم برمیاد؟ خواهش میکنم آقا فاتح، کاملا دوستانه باهاتون تماس گرفتم. اگر مساعد باشین میخواستم امشب شما و خانمتون رو برای شام دعوت کنم. دعوت کنین؟ من فکر میکردم آدم میفرستین به زور ما رو بیارن. خواهش میکنم آقا فاتح، اگه زحمت بکشین بیاین میتونیم دلخوریایی که داشتیم و فراموش کنیم. نه منو زینب و شام دعوت قبول کن پسرم. چی کار کنم؟ قبول کن. الو
لطفاً رومو زمین نندازیم. بچه ها آدرس رو براتون میفرستن. روز بخیر. نگاش کن، باز کار خودشو کرد. دعوتشو به جا بیار پسرم. ارگولر هولدین شرکت خیلی با قدرتیه. باید رابطتو با دنیای کار خوب نگه داری. یه شام ساده میخوریم و برمیگردیم. من اینجور جاها خیلی معذب میشم. اعتراض وارد نیست. خب دیگه بچه ها کارمونو تموم کنیم. میرین خونه آماده میشی. مصطفی بفرمایید آقا فاتح. پاکت چی شد؟ هیچ نگران پاکت نباشین آقا فاتح، مشکلی نیست. من پاکتتون رو بدون حق برگشت به دورترین مقصد پست کردم رفتم. منظور چیه؟ قربان من از بیخ حلش کردم دیگه، بخواینم نمیتونین پاکتتون رو ببینین، یعنی کلا از زندگیمون رفت بیرون. چطور رفته؟ چی کارش کردی؟ کشتیش تیکه تیکه کردی تو حیاط چالش کردی؟ آره تقریبا بیچاره شدیم، گوشه زندان میپوسه. کجا هم اینجا چه خبره؟ ما کجاییم؟ چی؟ ما کجا داریم میریم؟ کجا داریم میریم؟ به چه زبونی حرف میزنی؟ کجا داریم میریم؟ ما کجا داریم میریم؟ کجا داریم میریم؟ چی داری میگی بابا؟ خل شدی؟ من اینجا چی کار میکنم آخه؟ چجوری اومدم اینجا؟ آقا جان این ماشین کجا داره میره؟ هیس و زهر مار. چرا هیس؟ اینجا تیمارستانه؟ زینب 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 نمیشه من نیام فاتح. دیوانه شدی زینب؟ 6 ساعت آماده شدیم، قور نزن دیگه، بیا دیگه. مگه تو نمیگفتی از ارتان خلاص شم قربونی میدم؟ خب به جای اون شام میریم بیرون. آخه میدونی این روزا من خیلی خسته شدم. خب بهتر نیست به جای اینکه بریم اونجا قیافم بره تو هم بشینیم تو خونه؟ زینب به افتخار خلاصیمون از ارتان جشن میگیریم و شام میریم بیرون. خب بفرمایید. باشه بریم. اونجا هست داره. شبتون بخیر مریم خانم. سلام. شبتون بخیر. سلام. بفرمایید. بیا عزیزم. خیلی ممنون. من واقعا ممنونم که دعوتم رو قبول کردین و اومدین اینجا. خواهش میکنم. اتفاقا بابت این لطفتون ما ازتون ممنونیم. مگه نه زینب؟ آره من امیدوارم بتونیم از صفر شروع کنیم. زینب
زینب خانم شما حالتون چطوره؟ مادری چطور پیش میره؟ خوبه، بدک نیست. یه جوری میگذرونیم دیگه. پوشکای کثیف، پیشمندای چرب. اما سلیم بچه خوب و آرومیه. خیلی خستم نمیکنه. یعنی خستمو نمیکنه. حالا بذار پا بگیره. اون وقته که خستگیتون تازه شروع میشه. تو خدا. اینطور که فهمیدم شما هم یه بچه دارین، درسته؟ آره؟ بله، یه دختر دارم. چه خوب، خدا حفظش کنیم. الو دایی، آبجی و شوهرش با یه زنه شام میخورم. ممکنه زنی باشه که گفتی؟ من برات یه پیام فرستادم، عکسو فرستادم، برو ببین. باشه. تو از پیش زینب جمله میخوری یا؟ مریم دخترمو پیدا کرد. ببخشید. چه منظره خوشگلی دارم. بله. کسی نفهمه با من حرف میزنی. حالا سریع از اونجا بیا بیرون. بجم، عجله کن. ببخشید، شرکته. راستش بهتر شد که تنها شدیم. میخواستم از یه جریان مهم باهات صحبت کنم. با من؟ چی شده شوکت بابا جون؟ دوماد، سریع زینب از اونجا ببر بیرون، سریع. الان اصلا اجازه نده زینب با اون زن حرف بزنه. کدوم زن؟ مریم. اون زن مادر زینبه. دوبله شده در استودیو جم. فردا این مریمو میدوزی میارش پیش من. به زبون خوش نیامد به زور، بر قیمتی شده میارش پیش من. بابا جون چرا همش اینجور مأموریت رو به من میدین آخه؟ نمیشه بابا جون، نمیتونم. بله درسته مریم خانم منو به زور برده بود، اما چی؟ نگران نباشین، من هنوز جوابی ندادم. اما اگه یه روز بخوام وارد دنیای کار بشم، این که دختر، عروس یا زنکی هم مهم نیست. به عنوان زینب کارمو شروع میکنم.